سوال استاد چون این است که در روسیه در یک خانه زندگی میکنه استاد. خانه دو آشیانگه است. در آشیانه بالاگی صاحب خانه زندگی میکنه، در آشیانه پایان من. سوال چون است که در همه آشیانه که من زندگی میکنم، همه حیوان های خیلی میخک ایگروشکا هم خیلی ها بسیار است و کارتینکا ها کشال هم استاد در همه تنهای دیوالاش. من در همجا استاد نماز خواندنم درست است یا کی نه استاد؟ حیوان‌ها و صورت‌های حیوان‌ها در طرف قبلتان نباشد. اکنون حرکت کنید اون حجره‌ای که اقلا شما زندگی میکنید باید مخصوصی چیزهای شما باشد. اجاره میشینید؟ نه استاد، یک 4 سال میشه همین خانه کار میکردم. همین صاحب خانه هم خیلی گفت که دمی اگر خواهید همجا زندگی کن، مثلا کوارتیر نیسته، همجا زندگی کن، همجا کار بکن. انا ای همه خیلی استاد که همین صاحب خانه رنگی کالکسیونر وری همین لاچکا یگان جو میروه، یگان چیز همین اینترست نشوه اگر میگیرم میورد همین یگان جو میمونه. میگه که نرسین همین را ایجاش به جا نکنین، به همین خاطر همین چیزای همین را به جا کردن نتونستیم. همین اگر لحاظ یک گرمه استاد بیرون میبرویم مقصد خیلی در دیگه جاها نماز میخونیم، زمستان که بودک در همین جا میخوندیم. گفتم همین سوال اپرسم شاید یگان مشکلی داشته باشه. بله، وقتی که حضرت عایشه رضی الله عنها پرده آویخته بودن که صورت داشت و اینچنین یک صحابه به پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس تحفه کرد که خطهای رخ داشت. بعد نماز گفتن که این مرا مشغول کرد، از نماز مشغول کرد، یک خطی رخ مشغول کرد گفتن. و اینچنین وقتی که در پرده در دیوال رسم‌های جاندار باشد اینا مشغول میکند. هم گویا که در روبروتون یک چیزی زنده، صورتی زنده ایستاده است، به همون عبادت کرده ایستاده. بنابراین باید طرف قبله و اینچنین طرف دستی راست و چپاتون با از این چیزا خالی باشد اصلا. یعنی اگر در مثلا راه رو یگان جای دیگری مناسب بیاوید ده، به هر حال اصلا این خیلی خانه ها فرشته نمیدارد. بعد کوشش کنید اونجا بیزن زندگی میکنید خودتان. استاد زنتان چی؟ ولی زن نداریم استاد. آخه زن گیرید، آخه زن گرفته خانه علاهیده گرفته براید. بیزن انشاءالله. چه زندگی میکنید؟ 4 سال هستین بیزن، با چند سال دیگه به خانه بی پول گفته زن نمیگیرید کن براید یگان آیله دار شوید و خانه گرید بهتره. هر یک آدم باید خانه داشته باشه. خانه ضروریات مسلمان است. به معنای خانه از آن خودش نباشد، اجاره باشد، یک خانه باشد که خودتان صاحبش باشید. چه خیلی خواهید چیز میمونید، چه خیلی خواهید زندگی میکنید. مشکل است در یک خانه با غیر دین در یک جا زندگی کردن. به هر حال خانه عمومی هست، وا میخورید آخر زنش هست شاید. نه خب استاد خودش طاقه استاد ای امی اما دماج یه بار دو بار بیاید تمام هر روز دای جنه استاد. خیلی باشه یگان جای مناسب کاویده خانه کلام باشد، یگان جای اما مناسب استاد سلامت باشین.